الکساندر ناوالنی رهبر زندانی مخالف حکومت کنونی روسیه و یکی از چهره‌های نمایان اپوزیسیون روسیه که در محبس حوزه مخدر یمال و نینتسک ادای حکم میکرد در زندان جان خود را از دست داد. در این باره اگنتی تاس با تکیه به بیانیه خدمات فدرالی اجرای جزای جنایی روسیه خبر داد. در بیانیه خدمات فدرالی اجرای جزا آمده است که 16 فوریه سال 2024 در مؤسسه اصلاحی رقم 3 محکوم شده ناوالنی پس از سیر و گشت خود را بدیس کرده از اوش رفت. کارمندان بخش طبی مؤسسه اصلاحی در حال حاضر شده یوری تعجیلی طبی را دعوت کردند. ضمن رسانیدن یوری تعجیلی طبیبان چاره‌های ضروری را برای احیا انجام دادند ولی کمک‌های آنها نتیجه مثبت نداد. طبیبان یوری تعجیلی مرگ محبوس را تصدیق کردند. سبب‌های مرگ محکوم شده معین کرده می‌شوند. باید یادآور شد که الکسی ناوالنی مخالف سرسخت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بوده. در ماه ینور سال 2021 هنگام بازگشت پس از زهرآلودشوی در تومسک که بعداً با فشارهای بین المللی به آلمان انتقال داده شده بود در فرودگاه در مسکو توسط پلیس دستگیر شد. ماه آگوست سال 2023 ناوالنی را با جرم تشکیل و سرمایه گذاری سازمان تروریستی دادگاه در پایتخت روسیه به 19 سال روانه زندان نمود. اما تا به حال ناوالنی حکم دادگاه را دارای انگیزه های سیاسی دانسته خود را بیگناه می‌سازید. در کشورهای اروپایی و حامیان حقوق الکسی ناوالنی را محبوس سیاسی می‌دانند و بارها از حکومت روسیه طلب کردند تا او را به قید و شرط و فوراً آزاد کنند. تا 23 دکبر سال 2023 ناوالنی حکم خود را در مؤسسه اصلاحی رقم 6 ولایت ولادیمیر ادا می‌کرد ولی او در سانحه 26 دکبر سال 2023 خبر داد که او را به زندان نظامش مخصوص در منطقه یمال نینتسک انتقال دادند. پسکوف گفت ولادیمیر پوتین از مرگ ناوالنی خبردار شده است. کمیسیه خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه به اوکروگ اتونومی یمال نینتسک فرستاده شد تا تمام علتهای مرگ الکسی را روشن کنند.